الله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسمت دوم درس سوم میخوانیم. در درس سوم ما و شما موضوع معانی و دلالات صفات و نسبت آن به الله سبحانه و تعالی شروع کردیم که قسم اول گفتیم صفاتی هستند که صفات کمال هستند که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته بودند که این صفات کمال به شکل اسماء الله الحسنا بود، دومش به شکل یک اسم صفت بود، سومش به شکل مضاف و مضاف الیه بود و چهارمش به شکل یک جمله فعلیه بود و پنجمش به شکل یک جمله اسمیه بود. قسم دوم صفات نقصان خواندیم که بعضی صفات ها هستند که صفات نقصان هستند، یعنی مربوط به مخلوقات میشه، مثل خوردن، نوشیدن، ازدواج کردن، خواب نمودن. اینیا که هستن صفات نقصان بودن که این صفات الله متعال از ذات با عظمت خود هم صفت خواب و مقدماتش نفی کرده که لا تأخذه سنة ولا نوم. ایره خواندیم. نفی ظلم که ان الله لا یظلم مثقال ذره و نفی صفت عاجزی هم خواندیم که و ما کان الله لیعجزه من شیء. و همین قسم دیگه با ادامه حضور مثلا نفی صفت مخفی بودن یک چیز از پیش الله، مثلا و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره به سوره یونس آیت 61 یعنی یک مثقال ذره هم از الله متعال مخفی نیست. و همین قسم سوم صفات مقابله هست که او را امروز ما و شما در بخش دوم شروع میکنیم و میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفات مقابله کدام صفات میگن؟ صفات مقابله صفات را میگن که مثلا یک عمل در ظاهرش عمل نقصان معلوم میشه، لکن اگر در مقابل یک منکر یا در مقابل یک زشتی او استعمال میشه و عمل خوب است. مثلا قتل. شما ببینین یک مثال ما بر شما متعارض عادی میتم که بفهمین، باز میم در صفات الله سبحانه و تعالی. مثلا صفت قتل یک عمل زشت است. صفت قتل که اگر یک نفر یک کسی را به قتل میرسانه، لکن اینمی قتل وقتی که در قصاص می باشه، مثلا در مقابل یک کسی که او قاتل هست، قتل کرده، حال قاضی فیصله میکنه که باید امی قاتل جنایتکار خودش قصاص شده، خودش به قتل برسه. پس اینجا این قتل که قاضی حکم کرد قصاص سر اینمی قاتل و سرزمی جنایتکار، ای در حقیقت چون در مقابل یک عمل جنایتکارانه ای قرار گرفت، اینجا ای قصاص عمل خوب است و فی القصاص حیات در قرآن میگه. یا مثلا الحرب و خدعه. حال در جنگ دشمنای اسلام همیشه که مسلمان ها فریبکاری میکنن، عقب میرن یک دفعه حمله میکنن، یا مثلا نقشه خدا نمیگن که ما چی میکنیم، سر مسلمان ها حمله میکنن و فریب میدن. این حال وقتی که امیر مسلمان ها، امیر جهاد در مقابل ازنا مثلا از خدعه کار میگیره، اینجا امی خدعه و امی فریب در جنگ که دشمن فریب میده و باز ای سرش حمله میکنه، چون ای در مقابل یک عمل زشتی که اونا کرده بودن، ای باز اینجا ای خوب کار میشه. یعنی همیشه فکر ما و شما می باشه که بسیاری وقتا چیزهای هستن که اگر منفردانه اجرا شود ای نقصان است، اما اگر در مقابل یک ظلم، در مقابل یک جنایت استعمال میشه، ای چی می باشه؟ ای صفت کمال میشه. پس قصاص یک کار خوب هست. و الحرب و خدعه، در حرب دشمنا اونها را فریب دادن و نقشه هایشان خراب کردن، این خودش چی است؟ یک کار خوب است چون در مقابل از قرار گرفت. بعضی از صفات هستن مثلا دشمنای اسلام فریبکاری میکنن. اینجا الله متعال گفته ان المنافقین یخادعون الله. منافقین چی میکنن؟ با الله فریبکاری میکنن و هو خادعهم. آل در مقابل امی فریبکاریشان الله متعال خودشان به خدعه میگیره، خودشان جزای خدعه را برشان میده و مکرشان و خدعهشان و برنامهشان خراب میکنن. پس اینجا این صفت و هو خادعهم در یک جمله آمده هست، لکن به اسلوب مقابل آمده است. پس ما این تنهایی استعمال کرده نمیتونیم،
چون در مقابل خدعی هزینا که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم در یک جای میگه، باز در آیت سوره نساء آیت 142 میگه که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. مثلا برنامه‌ریزی دشمنای اسلام یمکرون چی میکنن؟ و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. آل کلمه مکر، برنامه‌ریزی در زبان عربی، برنامه‌ریزی و پلانسازی، این کار کی هستن؟ دشمنای اسلام برنامه‌ریزی منفی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که میخواین که مسلمان ها را در چی قرار بدن؟ در ضعف و در خرابی قرار بدن. اینجا الله متعال در مقابل برنامه های زشت از اینا برنامه های خوبی میگیره که همون برنامه های زشت از اینا را چی میکنن؟ از بین میبرن. و یمکرون، اینا برنامه ریزی میکنن، الله متعال هم برنامه ریزی میکنن. این برنامه ریزی الله متعال در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل برنامه ریزی که دشمنای الله میکنن. بنابراین اینجا کلمه مکر استعمال شده، یعنی برنامه ریزی. لکن نیت دشمنای اسلام نیت خبیثانه هست و فعل الله متعال فعل است که به جلال و پاکی و عظمت الله شایسته هست. پس الله متعال فعل مکر در مقابل فعل مکر از اینا استعمال کردن. و یمکرون و یمکر الله. این چی شد؟ صفت چی شد؟ مقابله شد. اینجا وقتی که در مقابل دسایس از اونها برنامه ریزی صورت میگیره، اینجا این صفت در وقت مقابله به صفت کمال تبدیل میشه و صفت کمال گفته میشه. ولی ما این به تنهایی به الله متعال استعمال نمی کنیم، بلکه میگیم و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. یا مثلا مسئله استهزاء هست. استهزاء چی هست؟ که اونا مسلمان ها را چی میکنن؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. منافقین عادت داشتن وقتی ملاقات میکردن با مؤمنان قالوا آمنا، میگفتن ما ایمان داریم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، باز وقتی که پیش شیطان های خود میرن، پیش دیگه کافرای خود میرن، پیش دیگه منافقا میرن، قالوا انا معکم، باز برای اونا میگن ما به همراه شما هستیم. چرا ما به همراه شما هستیم؟ هی اونجا برای مسلمان ها شما گفتین که ما ایمان داریم. اینا میگن که انما نحن مستهزئون، ما که برای مسلمان ها اظهار ایمان و دینداری کردیم به خاطر ازی کردیم که ما اونا رو چی میکنیم؟ به استهزاء میگیریم. انما نحن مستهزئون. اینجا الله متعال در مقابل استهزاء از اینا که اینا مؤمنینه به استهزاء میگیرن، الله متعال از مؤمنین دفاع میکنه و میگه که الله یستهزئ بهم. الله متعال خود از اینا را بر استهزاء میگیرن و جزای استهزای از اینا را چه قسم میده که اینا را رسوا میکنن، اینا را برباد میکنن و منافقین رسوا میشن و شکست میخورن. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. این در سوره بقره آیت 14 و 15 است. بین این شکل مثلا انهم یکیدون کیدا، کید هم امو برنامه هایی است که اونا چی میکنن؟ برنامه ها را میگیرن و اکیدو کیدا. الله متعال میگه ما هم در مقابل برنامه های از اونا چی میکنیم؟ برنامه ریزی میکنیم تا که برنامه های از اونا را چی شود؟ خنثی بسازیم. پس این حال بسیاری وقتا اگر شما در قانون ریاضی دیده باشین، میگه منفی و منفی چی میشه؟ مثبت میشه. یعنی در مقابل برنامه زشت از اونا الله متعال یک برنامه قوی پاکی را میگیره که برنامه زشت از اونا را خنثی میکنه. پس اینجا چی میشه؟ اینجا این هم صفت مقابله استعمال شده که الله متعال گفته و اکید و کیدا. یا مثلا فراموش کردن یک کسی. مثلا الله متعال دشمنای خود چی میکنه؟ از نعمتها چی میکنه؟ فراموششان میکنه. اصلا خود فراموش کردن یک صفت نقصان است، لکن چون منافقان در دنیا الله را فراموش کردن، حکم الله را تطبیق نکردن، عبادت نکردن، اطاعت نکردن، الله متعال در روز قیامت چی میکنه؟ خود از اینا را از نعمتهای خود میمانه، اینا را فراموش میکنه. در سوره سجده آیت 14 شما ببینید فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا
الله متعال بر کافران میگه در روز قیامت که بچشین شما در روز ملاقات امروزتان به سبب امو فراموشی که کردین، یعنی حکم الله را فراموش کردین، توحید فراموش کردین، جهاد فراموش کردین، حکم الله را فراموش کردین، اخلاق اسلامی را فراموش کردین. الله متعال میگه اینا نسیناکم، ما هم امروز شما را فراموش کردیم. از چی؟ در مقابل فراموشی حق و توحید که شما او را فراموش کردین، امروز الله متعال میگه ما شما را در قسمت نعمت دادن، نعمت ها را کلش از پیش شما گرفتیم و شما فراموش شدین. پس اینجا هم این صفت در مقابل چی؟ صفت مقابله واقع شده هست. بنابراین یک صفت کمال هست که به جلال و عظمت الله شایسته هست، چون در مقابل جنایتی از اونا که اونا حق قبول نکردن و دین قبول نکردن و این فراموش کردن، الله متعال اینا را از نعمتهای خود که در دنیا برشان نعمتهای زیادی را داده بود. شما ببینید در دنیا یک کافر خوب خانه داره، خوب موتر داره، خوب زندگی داره، بلند منزل و قصر و فلان و فلان و فلان داره، لکن این همیشه با تمام این نعمتها را فراموش میکنه و حق قبول نمیکنه. الله متعال اینا را در روز قیامت همین نعمتهایی را که در دنیا بر از اینا مقدر کرده، کلش در روز آخرت بر از اینا هیچ نعمتی را نمیده. پس اینا چرا فراموش شدن؟ به خاطر از اینکه در دنیا اینا نعمتها را فراموش کردن و که ذاتی را که این نعمتها را برشان داده بود باید اینا فکر میکردن. چون خدا بسیار هوشیار میگیرن و فهمیده میگیرن. آدم هوشیار و فهمیده کی هست؟ کسی هست که مثلا حق میبینه و قبول میکنه. وقتی که حق برش میرسه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا، یا الله ما را از جمله کسایی بگردان که یستمعون القول، گوش میگیرن، یعنی کلام الله را گوش میگیرن، حدیث رسول الله صلی الله علیه و گوش میگیرن. چی میکنن؟ و یتبعون احسنه. باز چی میکنن؟ باز امو خوبی از اون چیزی که احکام خوب است او را چی میکنن؟ او را مطابقت میکنن. خب قسم چهارم صفات چی شد؟ صفات است که برای خالق صفات کمال است و برای مخلوق صفات نقصان هست. این صفت کدام صفات است؟ مثلا صفت جبروت و صفت ملکوت و صفت عظمت و صفت کبریا. این صفات کبریا و جلال و عظمت و بزرگی، این صفاتی هستند که به جلال و عظمت الله شایسته هستند. پس برای الله سبحانه و تعالی صفات کمال هستند. اما اگر یک مخلوق این کبریا میکنه و خود عظمت میده و خود بزرگی میده و خود جلال میده و خود جبروت میده، این باز برای مخلوق شایسته نیست. پس این صفات چی میگن؟ که صفات هستن که به الله متعال به اساس جلال و عظمت شایسته هست، ولی برای مخلوق به خاطر ضعیفی و مخلوق بودن شایسته نیست. که مخلوق باید این صفات برای الله متعال اقرار داشته باشه و این صفات از خود دور بسازه. برای انسان چی هست؟ برای انسان تواضع خوب است، برای انسان عاجزی خوب است، چون انسان مخلوق است. ما مخلوق هستیم، هر قدر متواضع باشیم، هر قدر در مقابل الله عاجزی بکنیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کسایی که در نماز خود خشوع و عاجزی دارند. این خشوع و عاجزی برای انسان هست، لکن جلال، عظمت، کبریا، جبروت این صفات عالی هست که شایسته الله متعال است. خب این شد قسم چهارم. قسم پنجم صفاتی است که برای مخلوق صفات کمال است، لکن برای الله شایسته نیست. ببینید بسیار دقیق است. مثلا بعضی صفات است که برای انسان ها خوب است و برای انسان اگر او را انجام میده کمال انسان نشان میده، اما برای الله متعال او را نسبت داده نمیتونیم. اگر نسبت بدیم برای الله متعال به اساس جلال و عظمتی که داره، این صفت باز برای الله شایسته نیست. این کدام صفات است؟ مثلا ازدواج کردن. انسان مخلوق اگر ازدواج میکنه این برایش خوب است، این نشانه کمالش است. یا مثلا همسر داشتن یا فرزند داشتن، این صفات برای انسان هست، چون صفات انسانی هست و به کمال انسان دلالت میکنه. این صفات به الله متعال چون ذات با عظمت است، به جلال و عظمت از او شایسته نیست. از این خاطر الله متعال
این صفات از ذات با عظمت خود چی کرده؟ نفی کرده. مثلا در سوره اخلاص ما شما میبینیم که الله متعال میگه قل هو الله احد. الله ذات یگانه هست. الله الصمد. الله نیازی نداره. صمد است. چی معنی صمدیت؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صمدیت اللهی است که الله متعال از کسی زاده نشده، کسی را نزاده، لم یلد ولم یولد و از کسی زاده نشده، ولم یکن له کفوا احد و الله متعال هیچ کفو و مانند و همسر و شریک و همتا نداره. از این خاطر وقتی ما بعضی چیزهایی را که مثلا مربوط به مخلوق میشه او را باز ما به الله متعال او شایسته نیست. از این خاطر امام طبری از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که ابن عباس رضی الله عنهما صمد چه قسم تشریح میکنه؟ میگه صمد ذات است که تمامی صفاتش کامل است. تمام صفاتش کامل است که این کمال بجز از او به کس دیگری شایسته نیست. این کمال الله به دیگران شایسته نیست. از این خاطر الله متعال نه کسی را زاده هست و نه از کسی زاده شده است و هیچ کسی شریک و همتای او نیست. مثلا بعضی چیزها هست که برای مخلوق خوب است. برای مخلوق خوب است. مثلا شما ازدواج میکنید، شما مثلا فرزند دارید، شما مثلا والدین دارید، ما و شما داریم، بنابراین بر ما و شما خوب است. اما این فرزند و اولاد و والدین و همسر و یار به الله متعال نسبت دادن این بی‌ادبی و چی است؟ بی‌ادبی در مقابل الله سبحانه و تعالی می باشه که این صفات باید به الله متعال نسبت ندهیم. این بود درس امروز ما و شما و السلام علیکم و رحمت الله